تو این ویدیو من میخوام بهتون بگم که بهترین و ایدئال ترین راهها برای شوت زدن از فواصل دور چیه. یه سری شوت ها رو بهتون میگم که باعث میشه از راههای دور بتونید گل بزنید که خیلی کاربردی هستن. مواردی که توی این ویدیو بهشون پرداخته میشه موارد سطح ادوانس هستن و خیلی بالاتر از سطحی هستن که بازیکن عادی انجام میده. برای همین اگه شما بتونید درست از مواردی که اینجا گفته میشه استفاده کنید، میتونید خیلی راحت به حریفاتون گل بزنید، مخصوصا که تیمشون دروازه‌بان چندان قوی نداشته باشه. اول کار رو از همین حالت شوت بیسیک شروع میکنیم. بعدش من یه نکته خیلی ظریف هم در رابطه با حالت شوت ادوانس میگم. از همین بیسیک پس کار رو شروع کنیم. اولین حرکت همون دوست قدیمیمون آردو هستش. توی 2019 بهتون گفتم که استانداردش اینه که شما آردو رو داخل محوطه جریمه بزنید تا توپتون مثل الان 100% گل بشه. خیلی احتمالش کمه که شما توی محوطه جریمه با پای تخصصی بازیکنتون آردو رو بزنید ولی توپتون گل نشه. بیرون محوطه جریمه، یا بهتر بگم چسبیده محوطه جریمه، هم بعضی وقتا آردو به درد میخوره. اونم زمانیه که بازیکن‌های زیادی جلوی دید دروازه‌بان حریف رو گرفتن. اما یه نوع آردو زدن هم هستش که شما میتونید از فواصل خیلی دورتر هم ازش استفاده کنید که حتی میتونه منجر به گل زدن بشه. اگه نه حداقل اینه که باعث میشه دروازه‌بان مجبور بشه توپ رو دو ضرب بگیره. برای اینکه شما بتونید یه ضربه آردوی کشنده و خطرناک بزنید، کاری که باید بکنید اینه که از همین فاصله دور مربع رو تا ته پر کنید. آردو رو هم که طبیعتا میگیرید، اما نکتهش اینه که باید به محض اینکه آردو و مربع رو زدید بلافاصله R1 رو هم، یا بهتر بگم سرعت رو هم داخل نگه دارید. اتفاقی که میفته اینه، ببینید من الان اینجوری حرکت میکنم، شوتو پر میکنم، بعد R1 رو داخل نگه میدارم. میبینید دروازه‌بان نتونستش یه ضربه بگیره، با اینکه دروازه‌بان تر اشتگن هستش که یکی از بهترین دروازه‌بانای کل بازی هم هستش. یه نمونه دیگه، حالا دوباره بریم، من دوباره میرم یه فاصله دور، دوباره تو این زاویه حرکت میکنم، آردو رو پر میکنم و به این صورت میبینید این یکی اصلا گلم میشدش. این ضربه فوق العاده کاربردیه و میتونید با استفاده از این ضربه یه گلایی بزنید که اصلا باور نکردنی هستن. پس این ضربه رو حتما تو ذهنتون داشته باشید. یه نکته ریزم اینه که اگه بازیکنتون قدرت کاتدهی به توپ بالایی داشته باشه و از اون مهمتر کیکینگ پاور بالایی هم داشته باشه که توی همین 2020 جفتشو توضیح دادم چی هستن، این ضربه آردو رو خیلی میتونه کشنده تر بزنه. ضمن اینکه نکته آخری هم که در رابطه وجود داره اینه که همزمان با اینکه آردو رو گرفتید R1 رو نباید بگیرید یا سرعت رو. اول باید آردو و مربع رو بزنید تا بازیکنتون هدفگیری دقیقی انجام بده. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، هم آردو هم مربع رو ول میکنید و حالا R1 رو داخل نگه میدارید. یه نمونه هم با یه بازیکن چپ ها بریم، به این صورت ضربه رو میزنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که میبینید دیگه یه ضرب گرفتن توپ که عملاً جزو گزینه ها نیست. یعنی دروازه‌بان میشه گفت قطعاً نمیتونه توپتون رو یه ضرب بگیره و مجبوره شما از هر فاصله‌ای هم که میزنید اگه ضربه رو درست بزنید توپ رو دو ضرب بگیره. اما نکته مهم اینه که اگه بازیکن حریف توی زمین باشن، احتمالی که ضربتون گل بشه هم خیلی میره بالاتر. یعنی اگه الان مثلا 30% شانس گل هست، اون موقع 60% شانس گل زدن دارید. صرفا کافیه بازیکن‌های حریف هم توی زمین باشن تا دروازه‌بان سخت‌تر بتونه مسیر توپ رو در واقع تشخیص بده. حرکت بعدی حرکتی که در رابطه با اسمش بین علما اختلاف نظر وجود داره. بعضیا به این شوت میگن راکت شات، بعضیا میگن فایر شات، بعضیا میگن شوت محکم و اسمای مختلفی واسش هست. نکته‌ای که وجود داره اینه که راکت شات همون چیزیه که من توی آخرین ویدیو از بخش درخواستی دوره پس 2019 بهتون گفتم. اون در اصل راکت شات هستش. برای همین اگه بخوایم اسمی بذاریم روی این نوع شوت میتونیم مثلا اسم فایر شات رو بذاریم. اما چجوری میشه این شوت رو زد؟ ببینید برای زدن این شوت شما باید با سرعت به سمت دروازه حریف نزدیک بشید، مثلا اینجوری. بعد در یک آن هم سرعت هم جهت رو ول کنید، بعد بلا فاصله جهت رو بگیرید و شوت رو پر کنید. مثلا 70% شوت رو اگه پر کنید میتونه ایدئال باشه. بریم حالا یه نمونه. من به سمت دروازه حرکت میکنم، بعد همه چی رو ول میکنم و بعد به این صورت یه ضربه خیلی وحشتناک به سمت دروازه حریف میزنم. یه نمونه دیگه هم بریم. دوباره من میرم از یه فاصله خیلی دور، به این صورت به سمت دروازه حریف نزدیک میشم و به این صورت ضربم رو میزنم. میبینید این یکی اصلا گلم شدش. اما یه چند تا نکته ریزم در رابطه با این نوع شوت زدن هم، حالا اگه اسمشو بذاریم فایر شات، وجود داره. اولش اینه که شما لزوما از راه دور لازم نیست این رو بزنید، از راه نزدیک هم میتونید بزنید و مثلا از پشت محوطه جریمه اکثر مواقع این شوتتون گل میشه. مثلا الان اینجا رو ببینید،
ببینید اکثر مواقع شوتتون از پشت محوطه جریمه اگه به این روشی که من بهتون گفتم ضربه رو بزنید توپتون گل میشه. مورد بعدی استفاده از منوال شات هستش. اینم من بگم که منوال شات از فاصله های خیلی دور زیاد کاربردی نیستش، اما از فاصله های نسبتا نزدیک و از در واقع پشت محوطه جریمه خیلی میتونه کشنده باشه، مثلا اگه شما ضربه رو زمینی بزنید. میبینید یه ضربه فوق العاده خطرناکه، ضمن که من ضربه رو با پای غیر تخصصی متویدی زدم. تو حالت عادی واضحه که این شوت نمیتونست انقدر خطرناک باشه که حالا به تیر برخورد کرد. یه نمونه دیگه از منوال شات بریم. من دقیقاً وضعیت دروازه رو هدف میگیرم و یه ضربه محکم رو میزنم. میبینید بازم دروازه‌بان نتونست بگیره توپو. اگه با همون خدیرات منوال شات نزده بودم و صرفا مرکز دروازه رو هدف گرفته بودم، ببینید چه اتفاقی میافتاد. الان دوباره همون شوت آرومو میزنم به مرکز، دروازه‌بان خیلی راحت و یه ضرب توپ رو گرفت. این نشون میده که منوال شات خیلی ضربه محکمتری از حالت بیسیک. الان مثلا یه دونه منوال میزنم، میبینید دروازه‌بان نمیتونه منوال رو بگیره ولی بیسیک رو میتونه، زمینی ها رو بگیره. یه راه دیگه اینه که شما توپ رو به یه نحوی ارتفاع بدید بعد شوت بزنید. مثلا من با دیبالا که مهارت سامبررو رو داره به این صورت یه زیرساق فوق العاده همین الان تونستم بزنم. مهارت سامبررو رو هم که قبلا بهتون چندین بار نشون دادم، اما خیلی سریع اگه بخوام یه بار دیگه نشون بدم، میبینید دیگه مهارت سوم دیبالا سامبررو هستش. بازیکن‌های دیگه هم میتونن رو پایی بزنن و با آرس توپ رو بالا بندازن، اما بازیکنی که سامبررو رو داره که یه مقدارم تلفظش سخته، خیلی بهتر میتونه توپ رو ارتفاع بده. به جز اون مورد منوال شات، همه موارد دیگه ای که گفتم تو حالت شوت ادوانس هم جواب میدن، ضمن اینکه تو ادوانس یه شوت فوق العاده دیگه هم میتونید بزنید. اما برای زدن این شوت شما باید چند تا قانون رو به طور کامل رعایت کنید. اول اینکه باید از تو زمین خودتون کار رو شروع کنید و با سرعت وارد زمین حریف بشید و شوت رو هم دیگه اینجاها باید بزنید، زیادی نباید به دروازه حریف نزدیک بشید. مورد بعد اینه که مربع رو باید به کمترین میزان ممکن پر کنید، یا دیگه نهایتا 30 الی 40%، چون شما هرچی کمتر مربع رو پر کنید توی حالت ادوانس شات ضربتون قوس بیشتری پیدا میکنه. مورد بعد اینه که شما باید حتما بالاهای دروازه رو هدف بگیرید که تو دوره پس 2019 ویدیوی مربوط به ادوانس شات به طور کامل بهتون توضیح دادم که چجوری میتونید بالاهای دروازه رو هدف بگیرید. نکته آخرم اینه که شما باید در مقابل تیمی این کار رو استفاده کنید، یعنی ترجیحاً بهتر مقابل تیمی این کار رو انجام بدید که دروازه‌بانش سبک بازی یا پلینگ استایل آفنسیو گلکیپر داره، همون دروازه‌بانایی مثل نویر یا حالا تر اشتگن که الان در مقابل من هستش که از دروازه میان جلو. و یه نیم نگاهی هم به رادار داشته باشید. اگه دروازه‌بان رو دیدید که از دروازه‌اش به حد کافی اومده جلو، اگه اون موقع این شوت رو بزنید به احتمال 90% شوتتون اصلا گل میشه، با اینکه دارید از یه همچین فاصله وحشتناکی میزنید. اما اگه دروازه‌بان حریف جلو نیامده باشه، بازم دیگه تو بدترین حالت ممکن اینه که توپ رو دو ضرب میگیره و ضرب دوم رو خیلی بد دور میکنه، یعنی توپ رو همونجوری میندازه جلوی خودش ولی خودش میفته رو زمین. برای همین اگه شما یه مهاجم سرعتی داشته باشید خیلی راحت میتونید از ریباندش استفاده کنید. اما حالا چند تا نمونه هم بریم. الان مثلا من وارد زمین حریف میشم، دروازه‌بان یه مقدار اومد جلو، برای همین من ضربم رو میزنم. میبینید خیلی بد توپ رو دور میکنه. در واقع یا توپتون گل میشه یا انقدر بد توپ رو دور میکنه که یه موقعیت فوق العاده به نصیب شما میشه. حالا من یه نمونه دیگه هم میرم ببینیم این دفعه بیشتر میاد جلو، چون هرچی بیشتر بیاد جلو احتمالی که توپ گل بشه بیشتره. دوباره نزدیک میشم، این دفعه اصلا نیومد جلو، ولی ببینید با اینکه نیومد جلو بازم میبینید نتونستش این توپ رو اونجوری که باید دور کنه. میگم این حرکت از اون رازهاییه که توی پس وجود داره و فقط هم در اختیار کسایی قرار داره که رو حالت ادوانس شات بازی میکنن. اما این نمونه دیگه هم بریم. من دوباره به زمین حریف نزدیک میشم و به این صورت ضربم رو میزنم که این دفعه همونجوری که دیدید یه گل فوق العاده قشنگ رو تونستم به ثمر برسونم. پس این حرکت هم داشته باشید برای کسایی که در واقع ادوانس شات میزنن و فکر میکنم خیلی هیجان زده هستید الان که اینو یاد گرفتید. البته بازم میگم در صورتی که دروازه‌بان حریف به صورت در واقع سبک بازیش آفنسیو گلکیپر باشه میادش جلو، وگرنه همون دروازه میمونه. اما دیدید دیگه حتی اگه توی دروازه بمونه هم بازم توپ رو خیلی بد دور میکنه. نمونه آخر رو هم با پیانیچ میرم که ببینید صرفا با کریس رونالدو نیستش که میتونید این حرکت رو بزنید. الان مثلا با پیانیچ این رو زدم، میبینید پیانیچ هم ضربه خیلی خوبی زد.
ممنون. شب همگی شما بخیر. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشید.